سلام رفقا، خوش اومد به ویدیو دیگه از چنل خودتون جیارجی امرو اومدیم آموزش شاتگان شلاقی رو بهتون بدیم. حالا چی جوریه؟ ببین شما اول باید بیاید توی دو مچ تمرینی که اومدید وارد تنظیماتتون میشین. 2 تا گزینه هستش باید فعال کنید. از تنظیمات وارد بخش بیسیک میشید، یه دونه این گزینه اینو آنش میکنیم، این گزینه اینی که غیر فعال فعالش کردم این آن میشه. یه دونه این گزینه که الان بهتون میگم، این گزینه اینو آن میذارید، اینی که غیر فعال فعالش میکنم اینو میذارید آن، یعنی روشن. خب بعدش میاید شاتگانتو از این بخش انتخاب میکنید. خب ترجیحاً شاتگانتون سمت راست باشه، یعنی اینجا سمت راست باشه. حالا شاتگان شلاقی چجوریه؟ شاتگان شلاقی شما باید 3 تا کار همزمان انجام بدید. بپرید نایف، دیدید باید همزمان بپرید، نایفتون رو بزنید و شاتگانتون رو بکشید. 1 2 3 دیدید؟ حالا باید خیلی تمرین کنید. من خودم اولین بارم رو دارم میزنم و خیلی تمرین کنید. پس اول دکمه پرش، دوم دکمه نایف، سوم دکمه گان کشیدن. خب اینطوری دیدید؟ دیدید اینطوریه. یه دور دیگه میریم. وایسید من یکی از شاتگانام بندازم، اینو بیارم بذارم. نکنید حالا با اینی میذارم واقعا احساس من خیلی سخت. بسید سعی کنید قبلش موومنت بدید. یعنی چی؟ موومنت بدید بعدش بپرید که پریشتون سریع‌تر شه. زمانی که پرید به بالاترین نقطه رسیدید داشتید میومدید پایین، باید نایف رو بزنید بعدش گانو بکشید. اینطوری رسید نشد. اینطوری دیدید؟ با انمی هم مثال الان مثلا تو تمرینی اینطوریه. بچه اتچمنت شاتگان اگه میخواید اینه، اتچمنت فوق‌العاده معمولیه. پس دور دیگه تستش میکنیم. برای اینم که اولش بتونید راحت بزنید روی سطحی روی یه سطح بلند. فکر کنم نشه روی سطح بلند. وایسید نه اونقدر نمیپره. برای اینکه انیمیشنش بهتر شه باید سریعتر این کار رو انجام بدید. خب باید سریعتر انجام بدید. مثلا کن میاره پشتش رو، ولی اونطوری انیمیشنش خوب نیست. خب اینطوریه. خلاصه بچه امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اینم بودش آموزش شاتگان شلاقی. خلاصه و اینکه حتما ما رو توی آپارات، یوتیوب، روبیکا، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لینک همشون رو میذارم. و اینکه تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.